واقعا از بین 114 سوره های قرآن الله تعالی یک سوره را به نام زلزله نامگذاری کرده است. اذا زلزلت الارض زلزالها. و این دلالت به بزرگی زلزله میکند. حتی در سوره حج هم در ابتدایش الله سبحانه و تعالی که یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم از الله تعالی بترسید، ان زلزله الساعه شیء عظیم، زلزله روز قیامت چیزی بزرگ است. روزی که یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، روز قیامت زلزله چنان وزنین است که هر یک صاحب حمل تذهل كل مرضعه، هر یک زن شیردار یا هر یک چیزی که شیر میدهد از کودک شیرخوارش روی میگرداند از ترس زلزله. و تضع كل ذات حمل حملها، هر یک صاحب حمل خود را میپرتاید، خواه زن هست خواه حیوان است، در شکمش وقتی که حمل دارد کودک دارد از ترس روز قیامت حمل خود را میپرتاید. و تر الناس سکر، مردم در حالت مستی میبینید و ما هم بسکارا، لیکن آنها مست نیستند، ولكن عذاب الله شدید، لیکن عذاب الله تعالی سخت است. و این زلزله و این مصیبت ها ما را هوشیار میکند که بازگشت به سوی الله تعالی کنیم، تضرع کنیم، چون که الله تعالی که فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، کاش اگر بر سر مردم عذاب ما بیاید آنها تضرع میکردند. تضرع یعنی بسیار در دعا مبالغه کردن، ناله و فیغان کرده دعا کردن از قعر قلب، این نامش تضرع. کاش که آنها تضرع میکردند. وقتی که مصیبت که آمد بنده باید تضرع کند، یعنی ناله کند، گریه کند، بازگشت به سوی الله تعالی کند و گناهاش توبه کند. در همین قدر کفایتی میکنیم. الله سبحانه و تعالی به این مصیبتی که بر سر مسلمان ها آمد اجری عظیم و عوض نیک دهد. آنهایی که وفات کردن شهید گرداند، آنهایی که باقی ماندن الله تعالی کسر آنها را جبر گرداند، کمبودی آنها را مکمل گرداند. آنهایی که به مصیبت زده ها نیکی کردن الله تعالی مال آنها را زیاده گرداند، همسران و فرزندان آنها را در حفظ و حمایش نگاه دارد. الله سبحانه و تعالی در این دین مقدس اسلام ثابت قدم گرداند، حتی الله تعالی را با کلمه شهادت و خوردن را نصیب روزی گرداند. الله اعلم. صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.